مشکل همه مشتریای ما این بود که اگه وسط جاده برق ماشین تموم شد چیکار کنیم؟ خیلی ساده شد دیگه، از باک بغل بنزین میزنیم. BYD سانک پلاس 2025 فول ترین حالت ممکن، پلاگین هیبرید، برق و بنزین در 4 رنگ: مشکی، سفید، اسموک گری و تیتانیوم. با اولین آپشن ماشین میخوایم شروع کنیم. دوربین با کیفیت ثبت وقایع، فیلم برداری و عکس برداری. یه مانیتور 15 اینچی چرخشی که واقعا خیلی زیبا. این اسکن جاده ای هم که داره، اگه تو دوربین مشخص باشه، ماشین، موتور و آبه رو کامل اسکن میکنه و به شما نشون میده. هرچی از آپشن‌های ماشین بگم واقعا کم گفتم. حالتهای رانندگی، رادار جلو، رادار تصادف جلو، رادار تصادف عقب، رادار تغییر لاین، رادار TGA یا همون رادار ترافیکی. عرضم به حضورتون 9 تا اسپیکر خیلی خیلی خفن، متریال چرم فرمون و داشبوردم که دیگه فکر کنم توی فیلم کاملا مشخص باشه. مثلا یه شتاب خیره کننده داره واقعا، یعنی همون استفاده و کیفیتی که ماشین برقی داره رو از این ماشین میتونید بکنید، با تفاوتی که شما بنزین میزنید 1200 کیلومتر با خیال راحت پیاده نمیشین و به مسیرتون ادامه میدین. بریم پایین. هوش مصنوعی خیلی خفن، نگاه کن اینجا رو نشون بده. این من حتی اگه چراغ بزنم توی 360 هم مشخصه، راهنما بزنم و حتی تو تایمی که میخوام ترمز بگیرم. یه تست شتابشم، مثلا فرمونو واقعا میکنه، یه چیز عجیب غریبیه. ماشین کل سنسورای باران، سنسور جلو، سنسور عقب، سنسور ضد واژگونی و ESP. عرضم به حضورتون که حالتهای رانندگیش هم اکو، حالت برفی، حالت اسپورت و نورمال، یعنی 4 تا حالت رانندگی هم ما داریم. یه حس عجیبی اصلا جنس فرمونش، واقعا خیلی با کیفیت. بریم یه تست شتابش هم ببینین از داخل. یه 0 تا 100 8 ثانیه‌ای واقعا خیره کننده است برای این ماشین. خیلی عجیبیه واقعا، به نظرم یکی از بهترین ماشیناییه که نمیشه ازش ایراد گرفت، نه از لحاظ ظاهری، نه از لحاظ آپشنی، از لحاظ سواری، متریال، هیچ چیزی به نظرم واقعا کم نداره. فیس عقبش هم که خیلی خوشگله، خیلی قشنگه. کل آپشن‌های ماشین رو توی مانیتور میتونید دسترسی داشته باشین بهش. اتوترانک، باز و بس کردن درا، باز و بس کردن آینه ها، باز و بس کردن شیشه ها، سرد کن، گرم کن صندلی، گرم کن فرمون. اینجا 37 تا حالت نور پردازی داخل ماشین رو داریم که میتونید با موزیک ریتمتون ست کنید، میتونید خاموش کنید. عرضم به حضورتون که میتونید نور عقب و نور جلو رو جداگونه اصلا تنظیم بکنید. شما
تو حالت کار سیتینگ یه چیز خیلی خفنی که بهتون نشون بدم، حالت فرمون رو میتونید روی کامفورت و اسپورت بذارید و همینطور حالتهای ترمز و سیستم تعلیق رو هم روی کامفورت هم روی اسپورت میتونید تنظیم بکنید. کل رادار و سنسورها رو میتونید توی مانیتور بهش دسترسی داشته باشین. راداری که موقعی که درتون رو میخواین باز کنید هر وسیله، موتور، ماشین بهتون نزدیک باشه بهتون آلارم بده. رادار شیب سنج، رادار کنترل واژگونی. یه رادار جانبی، یه رادار نقطه کور داریم که با رادار جانبی کاملا متفاوته، یعنی توی نقطه کورتون 0 تا 100 بهتون نشون میده، هم میتونید بهتون نشون بده و اینکه با صدا این آلارم رو بهتون بده. رادار بین خطوط، رادار ترمز اضطراری یا همون رادار تصادف که روی 3 تا حالت مختلف میتونید این رو بذارید و خاموش بکنید. تو این قسمت میتونید دسترسی به انرژی ماشین داشته باشید، تعیین بکنید که AI مصرف سوخت و مصرف برق ماشین رو کنترل کنه یا اینکه خودتون. توی این قسمت روی درصد خاصی میتونید تعیین بکنید براش که SOC تارگت تعیین بکنه که از 35% به پایینتر بهتون آلارم بده و اینکه موتور بنزینی رو به کار بندازه که موتور برقی شارژ بشه. حالت دومش اینه که شما میرید خونه، ماشین رو میزنید به برق، تعیین میکنید که سر تایم مشخصی مثلا ساعت 4 تا ساعت 7 ماشین شارژ بشه. خیلی به نظرم چیز جذابیه.